برای اینکه بخوای کار با دبی رو، واردات از دبی رو شروع کنی، حالا دبی، چین، ژاپن، کره، هر جایی بخوای وارد ایران کنی، اولین کاری که باید انجام بدی جنس رو باید بفروشی تو ایران، بعد جنس رو بخری. این خیلی مهمه. یعنی شما اول میری تحقیق میکنی چه جنسی میخوای بخری، دوم میری تحقیق کنی چه قیمتی این جنس داره تو ایران خرید و فروش میشه. نه فقط یه مغازه دار که بری تو سوپرمارکت، تو مغازه بری اون جنس رو ببینی، تو فروشگاه اون جنس رو ببینی. باید از عمده فروشا بپرسی تو قیمت عمده چند داره وارد میشه، تک چند داره فروش میره، فروشگاه چند داره میخره. خب بعدترین مرحله این که چه کیفیتی بیاری، کدوم محصول واجبه، کدوم محصول خریدار داره. خب بعد بیای به فکر خرید باشی. همه اومدن به من پیام میدن، میگن من میخوام نمیدونم لباس بیارم، میخوام اسکوتر بیارم، میخوام چیزک بیارم. اول ببین چی میتونی بفروشی. ما میخوایم کاری رو درست کنیم، نمیخوایم کاری خرابتر بشه. نمیخوایم یه قصه درست کنیم که بذاریم جلو چشممون آینه دق، دم به ساعت نگاش کنیم چرا این فروش نرفت، چرا نفروختیمش. اول ببین چی میتونی بفروشی، اول ببین چجوری میتونی بفروشی. فروشنده کسیه که اول جنس رو ببینه، بشناسه، قیمتش رو بدونه، بعد اینو ارائه بده تو بازار. متوجه شدین؟ نه اینکه اول بیای جنس رو بخری از من از خدام تو بیای جنس رو بخری ببری، ولی من به فکر فروش تو هم اول.